بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و قبولی طاعت عبادت ها سوال فرمودن با توجه به اینکه زن جهت شرکت در انتخابات میبایست از منزل خارج شود، آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد و اگر شوهر به همسرش اجازه شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته باشد تکلیف زن چیست؟ در جواب میتوانیم بگوییم شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست. خواهرای عزیز و بزرگوار من، به عنوان یک خواهر کوچک با شما از شما خواهرها درخواست میکنم انتخاب اسلح را مد نظر خود داشته باشید و در این مدتی که کم مونده به انتخابات اصلی که واقعا سرنوشت ما با این انتخابات ساخته میشه، خواهشم میکنن انتخاب اسلحه رو برگزیده کنید. همونجوری که به همه چیز اهمیت میدیم این انتخاب هم جزء واجبات شرعی دین ماست و خواهشم با کارشناسانه، تحقیقانه و موذیانه تمام اینها رو کامل انتخاب بکنید که انشاءالله از این به بعد کشور ما زیر سایه حضرت مهدی سلام الله علیه و آله و سلم و مقام معظم